خودویرانگری. معمولاً انتظار داریم همیشه تقریباً به طور طبیعی در تکاپوی خوشبختی باشیم، مخصوصاً در زمینه روابط و شغل، دو حوزه گسترده‌ای که رضایت یک فرد را بالقوه تعیین می‌کنند. بنابراین عجیب و تا حدی دلسرد کننده است که دریابیم خیلی از ما به کرات طوری عمل می کنیم که گویی عمدن قصد کرده ایم فرصتهای خودمان را برای رسیدن به هدف از بین ببریم. وقتی با کسی سر قرار می رویم که دلباخته او هستیم، ممکن است خودمان را در دام رفتاری که بی جهت مستبدانه و خصمانه است گرفتار کنیم. وقتی با کسی که دوستش داریم تشکیل رابطه می دهیم، ممکن است با اتهامات بی اساس و مکرر و جار و جنجال های عصبی او را آشفته کنیم. انگار که خودمان هم بدمان نمی آید روز غمانگیزی که محبوبمان خسته و درمانده مجبور است تنهایمان بگذارد فرا رسد و با آنکه هنوز دوستمان دارد نمیتواند آن حد اعلای بدگمانی و کجخلقی ما را تحمل کند. همینطور ممکن است فرصت ارتقا گرفتن در محل کارمان را خراب کنیم. مثلا درست پس از یک سخنرانی قانع کننده برای هیئت مدیره به طور عجیبی با مدیر کل شرکت گستاخانه صحبت می کنیم، یا در یک ضیافت شام مهم که یکی از مشتریان شرکت برگزار کرده زیادی می نوشیم و آبروریزی به بار می آوریم. این رفتارها را نمیتوان به حساب بدشانسی گذاشت. باید یک اسم درست و حسابی تر روی آنها بگذاریم که عمدی بودن این رفتارها را نشان دهد. مثلا خودویرانگری. ما با ترس از شکست به خوبی آشنا هستیم، اما انگار موفقیت همگاهی میتواند آنقدر نگرانی ایجاد کند که نهایتاً منجر به این شود که در تلاش برای بازیابی آرامش ذهنیمان تمایل داشته باشیم فرصتهای خود را از بین ببریم. برای این بدگمانی به موفقیت چه توضیحی میتوان داد؟ در برخی موارد ناخودآگاه تمایل داریم از کسانی که ما را دوست دارند، مخصوصاً کسانی که در کودکی از ما مراقبت کردند، در برابر احساس حسادت و بیکفایتی که ممکن است به واسطه موفقیت‌های ما در آنها ایجاد شود، محافظت کنیم. ازدواج با یک دختر بسیار زیبا یا ارتقا به یک سمت شغلی بالاتر ممکن است باعث شود اطرافیانمان خودخوری کنند. فکر کنند در مقایسه با ما هیچ پیشرفتی نداشتند و بترسند دیگر لیاقت معاشرت با ما را نداشته باشند. شاید پذیرفتنش سخت باشد که کسانی که از بچگی ما را دوست داشتند هم ممکن است به ما حسادت کنند، مخصوصاً وقتی از سایر لحاظ خودشان را وقف ما کرده باشند. با این حال ممکن است این افراد در ذهنشان از گذشته خود تأسف بخورند و این ترس همیشه با آنها باشد که دیگران، حتی فرزندانشان، آنها را نادیده بگیرند یا به آنها اهمیت ندهند. بزرگترها از بچگی مدام در گوش ما می‌خواندند که مبادا پایمان را بیشتر از گلیممان دراز کنیم یا یادمان برود از کجا آمده ایم. ولی حرف اصلیشان این بود که بعدها آنها را فراموش نکنیم یا دست کم نگیریم. در این صورت شاید دچار سردرگمی شویم، چون موفقیتی که آرزویش را داریم ممکن است احساسات کسانی را که دوستشان داریم جریحه دار کند. وقتی در این تنگنا گرفتار می شویم، راهش آن نیست که خودمان را فدا کنیم، بلکه باید به دلایل واقعی نگرانی بزرگترها از موفقیت‌هایمان بلند نظرانه نگاه کنیم و بی‌اعتنا از کنار آن نگذریم. باید متوجه باشیم بزرگترها از موفقیت ما آنقدرها هم نمی‌ترسند، بلکه در واقع از تنها ماندن و بیکفایت به نظر رسیدن خودشان می‌ترسند. بنابراین راهش این نیست که فرصت‌های خودمان را بسوزانیم،
بلکه باید سعی کنیم به اطرافیانمان قوت قلب دهیم که همیشه به آنها وفادار خواهیم ماند و ارزششان پیش ما کم نخواهد شد. نوع متداول دیگری از خودویرانگری این است که فرد معتقد باشد امیدوار بودن برایش گران تمام می شود. وقتی جوانتر بودیم احتمالاً در معرض ناامیدی‌های بسیار بیرحمانه‌ای قرار گرفته ایم. آن هم وقتی که خیلی ضعیفتر و ظریفتر از آن بودیم که این ناامیدی‌ها را تحمل کنیم. شاید امیدوار بودیم والدین ما در کنار هم بمانند و نماندند، یا آرزو داشتیم پدرمان نهایتاً از خارج برگردد و پیش ما بماند که چنین نشد. شاید جرأت کردیم عاشق کسی شویم و پس از چند هفته خوشبختی به طرز عجیبی دفعتاً نظرش عوض شد و جلوی رفقایمان ما را سکه یه پول کرد. جایی در شخصیتمان ارتباط عمیقی میان امید و خطر شکل گرفته است و در این راه ترجیح می دهیم یک زندگی آرام و توأم با ناامیدی داشته باشیم تا یک زندگی آزادانه تر و توأم با امید. راهش این است که به خودمان یادآوری کنیم علیرغم هراس‌ها می توان بر ناامیدی‌ها غلبه کرد. ما دیگر آن کسی نیستیم که از ناامیدی‌هایی که باعث و بانی ترس‌های امروزمان هستند رنج می‌برد. شرایطی که باعث ایجاد احتیاط و مصلحت اندیشی ما شده دیگر با واقعیت‌های دنیای بزرگترها مطابقت ندارد. ذهن ناخودآگاه ممکن است طبق عادت زمان حال را از دریچه ده‌ها سال قبل مشاهده کند، اما آنچه از وقوعش می‌ترسیم در واقع اکنون رخ داده است. داریم فاجعه ای را در آینده پیش بینی می‌کنیم که به گذشته تعلق دارد، به گذشته ای که فرصتش را نداشته ایم به حد کافی آن را درک کنیم و برایش ماتم بگیریم. علاوه بر این، آنچه اساساً یک فرد بالغ را از فرد نابالغ متمایز می کند این است که انسان بالغ برخلاف کودکان به امکانات بسیار بیشتری دسترسی دارد که مایه امیدش هستند. ما می توانیم در برابر شکست‌های گاه و بیگاه کمر راست کنیم، زیرا دیگر ساکن یک قلمروی محصور که محدود به خانواده، محله و مدرسه باشد نیستیم. می توانیم از تمام دنیا به عنوان باغچه‌ای استفاده کنیم که در آن بذر امید می کاریم. امیدهای متعدد، امیدهایی که همیشه بر نومیدی‌ها و سرخوردگی‌های نابود کننده و اجتناب ناپذیر که گهگاه پیش می‌آیند و می‌توان آنها را از سر گذراند غلبه می‌کنند. نهایتاً این که ممکن است موفقیت را با شکست نفسی بیجا از بین ببریم، با این حس که واقعاً لیاقت لطفی که به ما شده را نداریم. شاید شغل جدیدمان یا یار تازه‌ای که گرفته ایم را با همه جنبه‌های وجودیمان مقایسه می‌کنیم که می‌دانیم نقایصی دارد. تنبلیم، ترسوییم، حماقت می‌کنیم و خام و بی تجربه ایم و نتیجه می‌گیریم که حتما اشتباهی پیش آمده و بنابراین باید این لطفی را که به ما شده برگردانیم تا به آن کسانی که لیاقتش را دارند برسد. اما طبیعی است هرچند محنتبار نیز هست که درباره طرز تقسیم رنج و کامیابی دچار سوء تعبیر شویم. دنیا موهبت‌ها و مصیبت‌هایش را به طور منطقی و با اطلاع دقیق از خوبی و بدی درون هر یک از ما تقسیم نمی کند. خیلی از دستاوردهای ما واقعا حق ما نیست. خیلی از مصیبت‌های ما نیز همینطور. بخش بیماران سرطانی در بیمارستانها را لزوماً آدمهای شرور و پس فطرت پر نکردند. وقتی از این احساس رنج میبریم که لیاقت این موهبت‌ها را نداریم، کافی است به خودمان یادآوری کنیم عنقریب مصیبت‌هایی برایمان رخ دهد که مستحقش نخواهیم بود. بیماری‌ها، بی‌آبرویی‌ها و شکست‌های عشقیمان
در آینده همانقدر ناعادلانه خواهد بود که زیبایی یا فرهیختگی امروزمان یا مهربانی والدینمان ناعادلانه است. نباید به خاطر موهبت‌هایی که نصیبمان شده اینقدر عذاب وجدان داشته باشیم و از مصائبی که به سرمان آمده اینقدر با اوقات تلخی گلایه کنیم. باید از ابتدا با طیب خاطر و اطلاع قبلی تصادفی بودن تقدیر و بی ربط بودن آن به اخلاقیات را هر چند هم که ناراحت کننده باشد بپذیریم. بهتر است هنگام تفسیر رفتارهای عجیب خودمان و دیگران مراقب باشیم دچار خودویرانگری نشویم. وقتی می‌بینیم در حضور افرادی که عمیقاً دوستشان داریم یا باید تحت تأثیر قرارشان دهیم داریم کارهای عجیب و غریب می‌کنیم، باید مشکوک شویم. علاوه بر این وقتی با برخی شرارت‌ها و بی‌ثباتی‌های دیگران مواجه می‌شویم، باید بتوانیم تصور کنیم ماجرا آنطور که به نظر می‌رسد نیست. شاید آنکه روبروی ماست رقیبی بدخواه نباشد، بلکه یک خودویرانگر زخم خورده قابل ترحم باشد که بیشتر مستحق کمی صبر است و بایستی با ملایمت و خوشخویی او را از آزار بیشتر خودش باز داشت. باید با این موضوع کنار بیاییم و به دیگران کمک کنیم ببینند گاهی نزدیک شدن به خواسته های واقعیمان چقدر سخت و طاقت فرساست. علیرغم هراس‌هایمان می توانیم بر ناامیدی‌ها غلبه کنیم.